درود عرض ادب خدمت دوستان عزیز. مفهوم و کاربرد چرخه PDCA رو با هم مرور می‌کنیم. چرخه PDCA یا چرخه دمی، همونجور که از اسمش پیداست، چرخه PDCA در واقع ابزاریه که پرکاربردترین ابزار در دست مدیران جهت بهبود فرآیندها، افزایش کارایی سوددهی و کاهش هزینه هاست. چرخه به این منظور عرض کردم که همواره در حال تکرار هستش و در همه فرآیندها میشه ازش استفاده کرد. ما در چرخه PDCA 4 مرحله داریم. مرحله PDCA که هر کدوم از اینها مخفف کلمی هستند. مرحله اول P یا پلن. ما در مرحله پلن به 2 سوال باید جواب بدیم. یکی اینکه مشکل چیه و هدف چیه. برای برنامه‌ریزی در این قسمت ما چند مرحله، چند کار باید انجام بدیم. پروژکت لانچ که برای راه اندازی پروژه هستش که هدفها در اینجا مشخص میشه. APQP همون تکوین محصول و طرحریزی پیشاپیش کیفیت. PFME هستش که مشکلات و مواردی که ممکن اتفاق بیفته و مشکلی که هستش در اینجا مشخص میکنیم. و کنترل پلن همون برنامه‌ای که ما برای بازرسی و کنترل روی پروژه‌مون باید داشته باشیم. مرحله دوم دو که ما در این مرحله میایم تولیدات آزمایشی و تولیداتمون رو انجام میدیم. میریم برای مرحله چک. پس از اینکه تولیداتمون رو انجام دادیم، تولیدات مورد بررسی قرار میگیرن در مرحله C یا چک که بحث سامپلینگ پلن هست، برنامه برای نمونه برداری، بازرسی اینسپکشن و یکی از شاخصهای کیفی رو که حالا ما اینجا PPM و مثال آوردیم، خیلی از شاخصهای دیگه میتونه باشه. وضعیت در واقع مرحله تولیداتمون و مرحله دومون رو اینجا مشخص میکنه در چه وضعیتی، در چه شرایطی پروژمون قرار داره. مشکلات اینجا مشخص میشه، پیدا میشه، علتها بررسی میشه، تحلیل میشه و میایم به مرحله A یا اکت که در این قسمت مواردی که مشاهده شده، مشکلاتی که بوده، باید اقدام اصلاحی روش اجرا بشه. حالا بر اساس 8D میتونیم روش حل مسئله CAPA هستش، سیستم اقدام اصلاحی پیشگیرانه، که موارد رو انجام میدیم، مشکلات برطرف میشن و مجدد مرحله P تولید، چک و اکت. یعنی اینکه ما دائم این چرخه رو در فرآیندها به صورت تکرار داریم. این کل مفهوم چرخه PDCA هسته و برای اینکه برای دوستان ملموس‌تر باشه مثال میاریم. ما فرض میکنیم یک کارخانه تولیدی هستش که مواد غذایی رو داره در بسته های فرض 1000 گرمی بسته بندی میکنه و یه سری بسته هایی رو داده، مشتری ناراضی بوده، مبنی بر این که وزن بسته ها کمه، 20 گرم 30 گرم کم هستش. حالا مشکل اینجا مشخص شده، تصمیم میگیرن شرکت که کیفیت بسته‌بندی رو بهتر کنه تا اینکه رضایتمندی مشتری‌ها رو داشته باشه، هزینه‌هاشو کاهش بده. میاد چیکار میکنه؟ از چرخه PDCA استفاده میکنه. از چرخه PDCA در این مورد استفاده میکنه و کاربردش ما حالا در این مشکلی که مطرح شده میبینیم به چه شکل هست. مرحله P مشکل رو مطرح کردیم. وزن بسته ها ثابت نیست و هدف چیه؟ هدف گذاری اینه که خطای وزنی بسته ها باید کمتر از 2% باشد، یعنی مثبت منفی 2% وزن کل ما میتونیم تولرانس داشته باشیم. خب در قسمت P در واقع گفتیم برنامه ریزی میکنیم برای اینکه حالا تعیین مقدار استاندارد، مثلا 1000 گرم مثبت منفی 20 گرم وزن بسته هامون باشه، از این محدوده تولرانس خارج نشه و نمونه گیری هر 1 ساعت. این همون بحث برنامه کنترل. میریم برای مرحله دو
که حالا برنامه این که اجرا کنیم طبق برنامه باید عمل کنیم. حالا نیروی کنترل کیفیتمون میاد اون مدت زمانی که براش تایم زمانی، سیکل زمانی که براش در نظر گرفتن، میاد چند تا از بسته ها رو وزن میکنه. مشاهداتی که بوده دیده از فرایند در برگه مخصوصی ثبت میکنه و به همین شکل در مرحله چک اون مواردی که مشاهده شده میاد مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره. یعنی اینکه ما میبینیم فرض بسته هایی که وضع شده، مشاهداتی که ثبت شده، بعضی ها تا 5% هم خطا دارن، یعنی هنوز مشکل برطرف نشده و علت و تحلیل علت میکنن که علت چی بوده. نوسان سرعت نقاله باعث پر شدن بیش از حد یا کمتر میشه، یعنی سرعت نقاله به صورت پایدار نبوده و کم و زیاد میشه. حالا باید برای این مورد ما بیایم اقدام اصلاحی طرح کنیم و انجام بدیم. سرعت نوار نقاله تنظیم میشه، حالت در واقع پایدار میرسه و دستگاه سرویس کاری میشه برای جلوگیری از لرزش مخزن که شرایط استیبل تری داشته باشه. خب مجدد این کارها رو که ما انجام دادیم میرسیم به مرحله در واقع باز پی و مجدد تولید میکنیم، مجدد بازرسی میکنیم. اگر مشکلاتی چیزی بود باز اقدام اصلاحی و این چرخه به همین شکل تا اینکه برسیم به اون محدوده‌ای که قابل قبول هست و بهتر از اون بتونیم مواردمون رو بهتر کنیم و بهینه کنیم. ممنونم از دوستان. اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما کانال رو دنبال کنین و در کامنت ها سوالاتی اگر داشتی مطرح کنین تا در خدمتتون باشم. سپاسگزارم.